یکی از اتفاقات بعدی که شاید شما هم اونو تجربه کرده باشین، گرفتگی عضلات ساق پا توی خواب هستش. گرفتگی عضلات ساق پا توی خواب به چند دلیل مختلف اتفاق میفته که تو این پست در موردش صحبت میکنیم. عمده‌ترین دلیل گرفتگی عضلات ساق پا توی خواب کمبود آب بدن هستش. کمبود آب بدن عملکرد عضلات رو تحت تاثیر قرار میده. برای همین ممکنه که شما توی خواب دچار گرفتگی عضلات بشین. دلیل بعدی گرفتگی عضلات ساق پا حین خواب کمبود یون سدیم و پتاسیم هستش. این یون‌ها مواد معدنی هستند که به انتقال جریان الکتریکی توی سلول‌های ما کمک می‌کنند. جریان الکتریکی برای انقباضات عضلانی، برای تحریک‌های عصبی و تنظیم میزان آب توی عضلات ما بسیار ضروری هستش. که کمبود این مواد معدنی میتونه باعث خستگی، گرفتگی عضلات و در نهایت فشار خون بشه. و در نهایت دلیل بعدی کمخونی هستش. کمخونی به هر دلیلی میتونه باعث کمبود هموگلوبین توی خون ما و در نهایت کمبود اکسیژن توی عضلات ما بشه که میتونه باعث گرفتگی عضلات ما، مخصوصا عضلات ساق پا و عضلات بازوی ما بشه. خب حالا راهکار چیه؟ اگه شما مشکل کمخونی ندارید و مصرف آبتون به اندازه کافی در طول روز هستش، قطعا میشه به این نتیجه رسید که مشکل شما کمبود یون‌های سدیم و پتاسیم هستش که میتونید از داروخونه مکمل‌های سدیم و پتاسیم تهیه کنید و اونها رو مصرف کنید. اگه هم که آب کم مصرف میکنید، باید مقدار آب مصرفیتون رو افزایش بدین تا دچار این مشکل نشین.